من تو دانشگاه گرافیک خوندم. بزرگترین حسنی که گرافیک برای من توی این کارا داشت یاد گرفتن کار کردن با یه تیمه. چون معمولا یه نقاش تو آتلیه خودشو تنهاست، خیلی روحیه کار کردن با تیمو نداره. از یه جایی به بعد گرافیک منو ارضا نکرد. فکر میکردم یه چیزای بیشتری برای گفتن دارم. برام کافی نبود. یعنی گرافیک اون کاری که میکردم برام کافی نبود. برام این شروع کردم و خیلی اهل قصه گفتن بودم. یعنی برای خودم یه داستانایی رو داشتم. برای همین یواش یواش گرافیک رو گذاشتم کنار و شروع کردم تجربه کردن تو این زمین. در اصل من یه گروه مثل یه گروه سینما کنار خودم دارم برای کار. هر کاری که تو سینما انجام میشه تو کار منم انجام میشه، تو تولیدش. فقط اونجا خروجی محصول فیلمه، تو مال من محصول عکسه. و من وقتی که دارم کار میکنم هر روز آرزوم اینه که زودتر مرحله عکاسی تمام بشه که من بتونم اون متریال خروجی نهایی رو بردارم و برم تو خونم شروع کنم روش کار کردن. در اصل وقتی عکاسی تموم میشه انگار یه ماده خامی میاد تازه دست من، یعنی کار تموم نشده. مثل یه گلی میمونه که برسه دست یه دونه سفالگر و من تازه باید شروع کنم اینو روی چرخ ورز دادن. و برای اینکه با یه مثال تموم بکنم، تو تولید این مجموعه کلاً 3 ماه تولید این عکس‌ها طول کشید. یعنی طراحی لباس، تمام کارهایی که برای تولید نیاز هستش. اما 4 سال طول کشید که من تنها این عکس‌ها رو تبدیل بکنم به این تصاویری که شما می‌بینید. بذار من یه توضیح بدم. ما به اینا میگن استیج فوتوگرافی. معمولاً عکاس‌ها یه صحنه‌ای رو میچینن، یه دونه عکس ازش میگیرن. اون میشه نتیجه نهاییشون. اما من آدما رو دونه دونه عکس میگیرم. جلوی یه دونه پس زمینه سفید. اون 4 سال چه طول میکشه؟ من دونه دونه این آدما رو در میارم و میارم تو کامپیوتر کنارم، تازه شروع میکنم کمپوزیسیون کردم. مثل یه نقاشی که جلوی یه بوم سفید وایساده و تازه میخواد شروع کنه نقاشی کرد. یعنی روزی که من شروع میکنم من این تصاویر رو اصلا ندارم، نمیدونم چه کارشو میخوام.